ما تصمیم گرفتیم که در دایره این لایحه یک هدف خودمون را تطبیق نماییم. هدف ما چی است؟ دستگیری ژورنالیستیکای شهروندی یا که روزنامه‌نگاری شهروندی میگوییم با جلب و تطبیق سیاست گندری در دو منطقه صحیفه ها. لایحه ما در ادامه 6 ماه باید که تطبیق کرده راه اندازی نمایم این لایحه. چی بود سبب اول؟ همین است که نیروهای جمعیتی زمانه مهنت و تلاش زیاد میکنن، آبرو دارن، اما بسیار وقت در پشت پرده ها میمونن. بعد از چورابینی هایی که تشکیلات جمعیتی خورشید میگذرانند در شهر و ناحیه ها، همون زن ها فعال نکتر می شوند، یعنی که می توانند لایحه ها نه تنها در همکاری با تشکیلات جمعیتی بلکه با گرانت های پرزیدنتی ما نیز پیشنهاد نمودند. زمانی حاضره تمامی اخبارات جهانی تحریک اینترنت و شبکه‌های اجتماعی معاصر دسترس می‌شوند و آموزاندن مردم خصوصا زنان را از استفاده شبکه‌های اجتماعی معاصر خیلی ضرور است. تشکیلات جمعیتی خورشید از عهده چنین کار با موفقیت برآمد. همین آموزش در بوده رشت در مرکز ناحیه شهرک غرم گذرانده شد. این بسیار عین مدعا و سری وقتی بود، چون که همون تشکیلات های جمعیتی که هستن عموما افرادی که به شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارن نمیتوانن همون گزارش و حساباتشون در شکلی باید شاید دسترس نمایند. من خرسند هستم همچون رهبری تشکیلاتی جمعیتی، یعنی از این چیزها خیلی دور بودیم، از این امکانیت‌های اینترنتی و فعال گرداندن صحیفه‌های اجتماعی برای ما یک تکان شد.